خب بریم سراغ جلسه 23 از یادگیری خیلی عمیق. تا این جلسه هرچی کانولوشن و اینا ما انجام دادیم همش روی تصاویری بود که یه دونه کانال بیشتر نداشتن یا در واقع تصاویر رنگی بودن. ابعادشون رو یادتونه مثلا 6x6 بود یا حالا 7x7 بود. توی این جلسه میخوایم بریم ما هم ببینیم اگر حالا ما بخوایم روی تصاویر رنگی کانولوشن انجام بدیم باید چه جوری این کار رو انجام بدیم و در واقع حالا کانولوشن روی تصاویر رنگی به چه صورت هست که حالا تصاویر رنگی 3 تا کانال RGB رو براشون در نظر میگیریم. بیاید با هم شروع کنیم ببینیم این کانولوشن روی تصاویر رنگی به چه صورتی میشه. خب حالا اینجا برخلاف قبلی که در واقع ما همین یه 6x6 داشتیم، ابعادمون 6x6 بود، اینجا دیگه یه دونه کانال نداریم و 3 تا کانال داریم که من حالا برای اینکه بهتر درک بکنید رنگاش رو همون رنگ های مربوط به کانال ها گذاشتم، قرمز و سبز و آبی. کانال RGB رو داریم، در واقع تصویر ورودیمون یه تصویر رنگیه و ابعادش هم 6x6x3 هست که این 3 مربوط به تعداد کانال های تصویر هست. این 6 اولی در واقع حالا هایت یا ارتفاع تصویر رو نشون میده، این 6 وسطیه عرض تصویر رو نشون میده، ویدت بهش گفته میشه، و این سوم هم که تعداد کانال هامون رو برامون مشخص میکنه. حالا ما میخوایم بیایم یه تصویر اینجوری رو رنگی رو با یک فیلتری کانوالو بکنیم. به نظرتون تغییری توی فیلتره باید اعمال بشه یا نه؟ قبلا فیلترمون ابعادش چی بود؟ مثلا 3x3 بود که حالا توی مثال های مثلا گفتیم میشه 5x5 در نظر بگیریم یا حالا 7x7. حالا ببینیم اینجا فیلترمون چه تغییری میکنه. قبلا گفتیم که یک کانال بیشتر نداشت، اینجا تعداد کانال های فیلتری که میخوایم کانوالو بکنیم روی تصویر باید در واقع تعدادش با تعداد کانال های تصویرمون یکی باشه. یعنی این فیلترمون هم اینجا 3 تا کانال داره که من حالا صرفا برای اینکه حالا بعدا میخوایم بگیم اینا متناظر هستن با هم رنگاش رو RGB گذاشتم، ولی حالا شما خیلی حالا روی این رنگا حساس نشید. یه فیلتر داریم که 3x3x3 ابعادش هست و این 3 اینجا بازم تکرار میکنم که باید با تعداد کانال های تصویر ورودیمون یکسان باشه تا ما بتونیم کانولوشنمون رو خوب انجام بدیم. حالا به نظرتون وقتی یه چنین کانولوشنی انجام میدیم تصویر خروجیمون چجوری میشه؟ مثلا اگر حالا لبه داریم استخراج میکنیم تصویر خروجیمون به نظرتون توی این حالت ابعادش به چه صورتی میشه؟ نمیدونم، حالا ممکنه درست حد زده باشید یا اشتباه، ولی توی این حالت تصویر خروجیمون ابعادش همون 4x4 حالت قبلی در میاد. حالا ممکنه بپرسید پس این کانالا کجا میره؟ حالا توی فرایند کانولوشن این رو که دارم توضیح میدم کاملا متوجه میشید که ما در نهایت وقتی کانولوشن داریم روی تصاویر RGB هم انجام میدیم در نهایت حالا خروجیمون یا لبه هایی که استخراج میکنیم یه دونه کانال بیشتر ندارن و حالا این ابعادش مثلا توی این حالت شده 4x4. حالا میخوایم بریم ما هم ببینیم تک تک این پیکسل های این تصویر خروجی یا حالا همون لبه ها چه جوری دارن به دست میان، چه جوری محاسبه میشن. البته حالا دیگه مثال عددی نمیارم که خیلی شلوغ بلوغ نشه، ولی با هم میبینیم خیلی شبیه هست به حالت قبلی، فقط یه تغییر کوچیکی کرده که با هم میبینیم و بررسیش میکنیم. به صورت کلی اگر بخوام بگم این کانولوشن چجوری انجام میشه، شما باید بیاید این فیلتر رو به صورت کامل وردارید بذارید روی تصویر و حالا توی نقاط مختلف تصویر توی جایگاه های مختلف تصویر اون رو حرکت بدید و توی هر جایگاه مقادیر متناظر هر کانال از تصویر رو با مقادیر حالا کانال متناظر با اون از اون فیلتر رو بیاید تو هم ضرب و جمع بکنید. همون 9 تا ضربی بود انجام میدادیم ما هم جمع میکردیم. اینجا هم شما باید همین کار رو انجام بدید، فقط برای 3 تا کانال روی 3 تا کانال از فیلتر روی 3 تا کانال از تصویر باید این کار رو انجام بدید. یعنی مثلا این رو میذارید اینجا، مثلا قرمز رو میذارید اینجا
همزمان سبز میفته پشتش و آبی هم میفته پشتش توی همین جایگاه. 27 تا ضرب باید انجام بدید. قبلا 9 تا ضرب انجام میدادید. الان اینجا چون 3 تا کانال دارید میشه 27 تا. بعد این 27 تا رو جمع میزنید و اینجا حاصلش رو میاید و مینویسید. این مثلا میشه مربوط به همین جایگاه. بذارید من این رو با یه رنگ مشکی اینجا بکشم. مثلا این فیلتر قرمزمون رو میذاریم اینجا. این 9 تا رو حساب میکنیم حاصلش رو. بعد فیلتر سبزمون رو میذاریم اینجا. حالا دیگه این پشتش دیده نمیشه ولی مثلا یه چنین حالتی میشه. و بعد فیلتر آبیمون رو هم میذاریم همزمان اینجا و این کار رو میایم و انجام میدیم. حالا من برای اینکه یه ذره این درکش براتون بهتر باشه اومدم این کانال های تصویر و کانال های فیلتر رو جدا جدا کردم که با هم ببینیم چجوری این فرآیند داره انجام میشه. ما 3 تا کانال تصویر داشتیم RGB که قراره یه کانولوشن روش انجام بدیم. فیلترمون هم 3 تا کانال داشت که حالا گفتیم کانال اولیش رو قرمز گذاشتیم و دومی سبز و سومی آبی که اینا حالا متناظر با هم بدونید هستن. حالا کاری که توی این حالت انجام میشه اینه که ما باید بیایم در واقع 3 تا کانولوشن عادی همزمان بین اینا انجام بدیم. یعنی این کانال از فیلتر رو بیایم توی اینجا کانولوشن بکنیم. این کانال از فیلتر رو بیایم روی کانال G از تصویرمون کانولوشن بکنیم و این کانال سوم از فیلترمون رو هم بیایم روی کانال بلو کانوالوش بکنیم. در نهایت همه اینا رو عدداشو با هم جمع میزنیم و حالا میتونیم مقادیر پیکسل های خروجیمون رو باهاش محاسبه بکنیم. که حالا بیاید برای همین لوکیشن اولی من مجدد براتون این رو انجام بدم. فرض کنید که میخوایم همین مقدار این پیکسل رو با هم محاسبه بکنیم از تصویر خروجی. بعد بیایم این فیلتری که اینجا هست رو بذاریم توی این گوشه از تصویر. این فیلترمون حالا عدد توش ننوشتم فعلا، میتونه حالا هر عددی باشه، نمیدونم اج دیتکتور افقی باشه، عمودی باشه یا هر چی. به هر حال 9 تا عدد داره و که حالا ما این 9 تا عدد رو درایه به درایه حالا المنت وایز با مقادیر پیکسل های این کانال توی این جایگاه ضرب میکنیم و با هم جمع میزنیم. مثلا فرض کنید ما این 9 تا عدد رو با هم ضرب کردیم و حالا همشون رو با هم جمع کردیم، شده مثلا 2 جواب نهاییش. بعد میایم برای حالا کانال سبز هم به همین صورت کار میکنیم، اون رو میذاریمش اینجا. اینجا هم اون 9 تا ضرب رو انجام میدیم، همشون رو با هم جمع میزنیم. مثلا فرض کنید حاصل این شده 3. برای کانال آبی هم همین کار رو میایم و انجام میدیم، اون رو هم میذاریم اینجا. 9 تا عدد داریم، 9 تا عدد که حالا مربوط به پیکسل های اینجاست. 9 تا عدد هم این فیلترامون داره. 9 تا ضرب بعد انجام بدیم و حالا مثلا فرض کنید اینا رو همشو با هم جمع کردیم، شده 4. این در واقع فرایندش دقیقا مثل فرایند کانولوشن روی تصاویر حالا یک کاناله یا سیاه‌سفید هست. و حالا ما این 27 تا عدد رو در نهایت با هم جمع میزنیم، یا حالا بهتره بگم 9 تا عددمون رو با هم جمع زدیم شد 2، 9 تا دیگه‌اش رو توی این کانال جمع زدیم شد 3 و 9 تا دیگه‌اش رو هم توی این کانال جمع زدیم شد 4 و در نهایت این 27 تا عدد رو با هم جمع میزنیم و اون میشه مقدار این پیکسل توی خروجی ما توی یک چنین کانولوشنی که ما داریم روی تصویر رنگی انجام میدیم. 2 3 5 و 4 میشه 9 و ما این رو میایم و اینجا می نویسیمش. پس دیدید که حالا خیلی چیز عجیب غریبی نیست. قبلا یک کانال داشتیم، حالا 3 تا کانال داریم که فیلترمون هم متناظر با همون باید همون تعداد کانال حتما داشته باشه که هر کانال از فیلتر روی
کانال متناظرش با تصویر کانوالو میشه. حالا توی این حالت که فیلترمون 3x3 هست، هر کانال 9 تا عدد 9 تا ضرب باید انجام بدیم، 9 تا عدد به دست میاد، با هم جمعشون میزنیم. توی هر کانال 9 تا به دست میاد، یعنی در نهایت 27 تا عدد رو ما با هم جمع زدیم و در واقع به این عدد نهایی میرسیم. برای بقیه لوکیشن ها هم شما به همین صورت میتونید بیاید و کار بکنید. میتونید برید حالا توی خونه های بعدی، ولی خب حواستون باشه که اینا جایگاه هاشون باید دقیقا ما هم یکی باشه توی هر سته که دارید همزمان انجام میدید. بعد جمع بزنید و خروجی نهایی رو به دست بیارید. خب این از این. حالا این موضوعی که در واقع ما فیلترمون 3 تا کانال داره و هر کانالش میاد روی یک کانال از تصویر در واقع کانوالو میشه. این یه سری امکاناتی به ما میده. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که شما یه تصویری دارید و دوست دارید فقط لبه های قرمزش رو استخراج بکنید، مثلا لبه های عمودی که حالا توی با رنگ قرمز هستن رو فقط میخواید از اون تصویر استخراج بکنید. برای یه چنین کاری شما میتونید بیاد اینجا، دیگه دستتون بازه دیگه، میتونید چون میدونید این کانال اولی قراره بیفته روی کانال قرمز، میتونید بیاید مقادیر این کانال قرمز رو به این صورت انتخاب بکنید: 1 1 1 0 0 0 منفی 1 منفی 1 منفی 1. و حالا با توجه به این که لبه های رنگ های دیگه به دردتون نمیخوره، میتونید اونا رو 0 بذارید و اینطوری شما میتونید فقط لبه های عمودی قرمز رو روی تصویرتون پیدا بکنید. یه چنین امکاناتی رو در واقع این کار برای ما فراهم میکنه. این فیلترمون که چند تا کانال داره و ما میتونیم روی هر کانال کاری خاصی که میخوایم رو انجام بدیم. یا مثلا اگر میخواید لبه ها رو توی هر 3 تا کانال رنگ پیدا بکنید و حالا در نهایت یه جمعی از اونا رو داشته باشید، میتونید همه اینها رو اچ دیتکتور عمودی مثل همین بذارید، یعنی همش رو بذارید 1 1 1 0 0 0 منفی 1 منفی 1 منفی 1 و حالا دیگه نسبت به کاربردی که دارید میتونید ازش استفاده بکنید. یا مثلا ممکنه یه جایی بخواید لبه های مربوط به چمن ها رو مثلا پیدا بکنید، چمن ها چون سبزن لبه هاشون میفته توی این کانال بیشتر، شما میتونید بیاید فقط همین کانال رو یه دیتکتور عمودی براش روی این فیلتر مشخص بکنید و چون میدونید این کانال دومی میاد فقط روی رنگ سبز کانوالو میشه، روی کانال سبز کانوالو میشه، میتونید به اون چیزی که مد نظرتونه برسید. خب اینم از این. بریم سراغ اسلاید بعدی. حالا تا اینجا اومدیم، یه نکته دیگه رو هم من میخوام با هم بررسی بکنیم. ما میخوایم ببینیم که آیا میتونیم همزمان چند تا فیلتر هم داشته باشیم یا نه. مثلا فرض کنید میخوایم همزمان هم لبه های عمودی و هم لبه های افقی از تصویر استخراج بکنیم توی حالت RGB. توی این حالت ما باید چیکار بکنیم؟ توی اسلاید قبلی ما حالا این کانولوشن رو با هم دیدیم و دیدیم که چجوری در نهایت به یه خروجی 4x4 میرسیم. این در واقع یه دونه فیلتر بیشتر نبود. فرض کنید ما میخوایم یه فیلتر دیگه هم اضافه بکنیم و اون فیلتر رو هم کانوالوش بکنیم با تصویر ورودیمون. میتونیم بیام یه فیلتر دیگه اینجا اضافه بکنیم که من حالا رنگاش رو یه ذره متفاوت با اون بالایی گذاشتم که بدونید این یه فیلتر دیگه است. ما میتونیم این فیلتر رو هم کانوالو بکنیم توی همین تصویر ورودیمون و این فیلتر هم برای خودش یه دونه خروجی 4x4 تولید میکنه. و مثلا فرض کنید که این فیلتر بالایی یه جوری تنظیمش کردیم که بیاد لبه های افقی رو برامون تشخیص بده. این فیلتر پایینی یه جوری تنظیمش کردیم که بیاد لبه های عمودی رو برامون تشخیص بده. در واقع این حالا لبه هایی که توی خروجی تولید یا حالا ایجاد شدن، این بالا یه لبه افقی اومده از تصویر استخراج کرده، پایینی لبه عمودی استخراج کرده. ما میتونیم بیایم توی یک چنین حالت که چند تا فیلتر داریم، میتونیم بیایم این خروجی ها رو هم اینطوری پشت به پشت هم قرار بدیم و در واقع حالا اینا رو به عنوان 2 تا کانال از خروجی بهش نگاه بکنیم و حالا توی چنین حالتی میتونیم بگیم ابعاد خروجیمون میشه 4x4
در 2 یعنی خروجمون یک کانال پیدا میکنه وقتی چند تا فیلتر داشته باشیم و این در واقع کانال های خروجی هم بهش میگن output channels که این همیشه مساوی هست با تعداد فیلترها. بذارید من اینو قرمزش بکنم که آره این output چنلمون پس همیشه مساوی هست با تعداد فیلترهایی که ما داریم باشون روی تصویرمون کانولوشن انجام میدیم. این نکته رو هم پس مد نظرتون قرار بدید. در واقع توی شبکه‌های کانولوشنی، شبکه‌های عصبی کانولوشنی CNN ها همین اتفاق میفته. ما توی هر لایه چندین فیلتر قرار میدیم، نمیدونم 100 تا، حالا 100 تا که نه، 128 تا، 64 تا، 16 تا، 32 تا، هرچی. و این امکان رو برای مدل فراهم میکنیم که بتونه با استفاده از هر کدوم از این فیلترها یه فیچر خاص رو از تصویر برای ما استخراج بکنه. پس این رو هم مد نظرتون قرار بدید. مثلا اگر توی یک شبکه مدل نیاز داشته باشه، حالا توی اون کاری که قراره انجام بده نیاز داشته باشه فیچرها یا حالا لبه های متفاوتی از تصویر استخراج بکنه، وقتی ما چند تا فیلتر توی هر لایه براش میذاریم و بهش اجازه میدیم بیاد ضرایب این فیلترها رو هر جوری که میخواد تغییر بده، این امکان برای مدل فراهم میشه که بتونه بیاد هر فیلتر رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که هر کدومشون بتونن یه فیچر یا حالا یه لبه خاصی که برای اون کاری که داریم انجام میدیم مفیده رو استخراج بکنن. یه نکته ای هم بد نیست بگم که این حالا مالتیپل فیلترها یا حالا وقتی چند تا فیلتر همزمان داریم فقط مخصوص حالت RGB نیست. ما توی حالتایی که حالا با تصاویر سیاه‌سفید هم سر و کار داریم میتونیم چند تا فیلتر داشته باشیم. اونجا مثلا هر فیلترمون ابعادش 3x3 هست، چون در واقع تصویر ورودیمون یک کانال بیشتر نداره. اینجا چون 3 تا کانال داره فیلترامون باید 3x3x3 باشن و حالا در واقع هرچی تعداد کانال ورودیمون باشه کانال های فیلترمون هم باید همون تعداد باشه. و حالا توی حالت سیاه‌سفید که ما 6x6x1 مثلا میتونستیم در نظر بگیریم، ابعاد فیلترمون باید میبود 3x3x1 و توی این حالت هم ما میتونیم چند تا فیلتر انتخاب بکنیم. و حالا میخواستم بگم که فکر نکنید حالا این چند تا فیلتر همزمان فقط برای RGB هست. خب اینم از این نکته. حالا من اگر بخوام به صورت پارامتری بیام این ابعاد رو براتون بنویسم که ببینید چه جوری میشه، فرض کنیم ما تصویر ورودیمون n/n/nc هست. nc همون number of channels هست که حالا مثلا تصویر ورودیمون اینجا 3 تا کانال داره، این nc مون مساوی با 3 میشه. فرض کنیم که ما میخوایم این رو کانوالو بکنیم توی چند تا فیلتر با ابعاد f/f/nc. بازم میگم این دو تا باید با هم حتما برابر باشن و اینجا فرض کنید که مثلا nf فیلتر داریم، number of filters. مثلا اگر ما چنین کانولوشنی انجام بدیم ابعاد خروجیمون در میاد n منهای f به علاوه 1 در n منهای f به علاوه 1 دقیقا مشابه همون ابعادی که توی کانولوشن روی تصاویر سیاه‌سفید به دست آوردیم. فقط اینکه اینجا چون nf فیلتر داریم توی خروجیمون هم چند تا کانال داریم که اون کانال دقیقا مساوی هست با همین nf که در واقع این همون output channels ما هست. حالا بعضی جاها با nsc پرایم هم نشونش میدن. خب اینم از این. حالا ممکنه بپرسید آقا این NSC مگه تعداد کانال های تصویر نیست؟ همیشه 3 مثلا نیست، چرا 3 نذاشتی؟ ولی هم که اولا همیشه 3 نیست، ممکنه یک هم باشه تصویرمون رنگی باشه. دوما حالا خارج از اینا ما اینجا توی لایه ورودی اومدیم این کار رو انجام دادیم. ما اگر توی شبکه کانولوشنیمون چند تا لایه کانولوشنی کنار هم چیده باشیم و حالا توی یه دونه لایه ها مثلا لایه های وسطی فرض کنید تعداد فیلترامون بوده باشه مثلا
128 تا. وقتی 128 تا فیلتر توی یه لایه داشته باشیم خروجیش در میاد مثلا حالا 28 در 28، این حالا 28 در 28 ابعاد تصویره در 128. یعنی ما وسط شبکه عصبی کانولوشنیمون یه چنین چیزی داریم که خروجی یکی از لایه های کانولوشنیمونه که 128 تا فیلتر داخلش بوده و حالا این خروجی اون لایه خودش ورودی لایه بعدیه. یعنی حالا ما برای لایه بعدیمون ورودیمون اینطوریه و حالا توی چنین حالتی مثلا نمون 28 و NC مون 128 در میاد. پس حالا این نکته رو هم گفتم که بدونید این حالا همیشه 3 یا 1 نیست. توی اون لایه های میانی ما هر عددی رو میتونیم بهش بر بخوریم. به همین دلیل من اینجا NC براتون گذاشتم. فقط حواستون باشه که حالا تعداد کانال های تصویر ورودی، حالا هرچی که ورودی هست باید مساوی باشه با کانال های فیلترتون. ولی این F و N میتونه با هم متفاوت باشه. ابعاد فیلتر کاری به ابعاد ورودی نداره. و نکته نهایی که دیگه میخواستم بگم اینه که ما اینجا استراید و پدینگ رو اصلا در نظر نگرفتیم. فرض کردیم مثلا استرایدمون 1 و پدینگمون 0. شما اگر توی حالا کانولوشن روی تصاویر RGB یا تصاویر رنگی هم بخواید از استراید و پدینگ استفاده بکنید، مشابه همون کانولوشن روی تصاویر سیاه‌سفید این فرمول ها تغییر میکنه و میتونید این رو مشابه همون انجام بدید. فرمولاش دقیقا مثل همون میشه، یعنی n منهای f n به علاوه 2 p منهای f تقسیم بر s به علاوه 1 و دیگه همین. خب دیگه مطالب این جلسه هم تکمیله دیگه. الان باید کاملا آماده باشید تا بریم همه این چیزهایی که گفتیم رو به هم بچسبونیم و ببینیم یک لایه کانولوشنی در نهایت به چه صورت هست. اگر سوالی چیزی دارید حتما بپرسید. امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه، مفید بوده باشه. فعلا بدرود.